دوستان عزیزم سلام، خوش اومدیم به چنل مورس ای آی. با ما همراه باشید تا ویدیوی جدیدمون رو ببینیم. خب از دستیار صوتی گوشی هامون گرفته تا فیلم هایی که بهمون پیشنهاد میشه، هوش مصنوعی دیگه یه جورایی همه جا هست و بخشی از زندگی روزمره ما شده. اما این تکنولوژی واقعاً چیه و قرار دنیای ما رو به چه سمتی ببره؟ بیایید با هم عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم. این احتمالاً سوالیه که ذهن خیلی از ما رو درگیر کرده. این هوش مصنوعی آخرش دقیقاً چه تأثیری روی زندگی من و شما داره؟ برای اینکه به جواب این سوال برسیم برنامه‌مون اینه. اول از همه خیلی ساده و روشن میگیم که اصلاً هوش مصنوعی یعنی چی. بعد یه نگاهی میندازیم به کاربردهای شگفت‌انگیزش توی دنیای امروز. بعدش میریم سراغ بحث داغ آینده شغل‌ها و در آخر هم به خطرات و سوال‌های مهمی که این فناوری پیش روی ما میذاره میپردازیم. بسیار خوب، بریم سراغ بخش اول. هوش مصنوعی دقیقاً یعنی چی؟ میدونید این فقط یک کلمه پرطرفدار و مدروز نیست، یه مفهوم خیلی عمیق‌تر پشتشه. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، هوش مصنوعی یعنی ساختن ماشینایی که بتونن کارایی رو انجام بدن که معمولا فکر می‌کنیم فقط از عهده انسان برمیاد. یعنی فقط یه سری دستور از پیش تعیین شده رو اجرا نمی‌کنن، بلکه از داده‌ها یاد می‌گیرن تا تصمیمای پیچیده بگیرن. دقیقاً مثل یه اپلیکیشن مسیریابی که بر اساس ترافیک لحظه‌ای بهترین راه رو بهتون پیشنهاد میده. چیزی که هوش مصنوعی رو اینقدر خاص و قدرتمند میکنه دقیقاً همین 4 تا قابلیته. این سیستم ها فقط کورکورانه از دستورات پیروی نمیکنن. اونها میتونن یاد بگیرن، استدلال کنن، بر اساس اطلاعات تصمیم بگیرن و مهمتر از همه خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن. خب حالا این قابلیت‌های کلی چطوری تو زندگی واقعی ما ظاهر میشن؟ مثلا قابلیت یادگیری تبدیل میشه به تشخیص گفتار و باعث میشه دستیار صوتی گوشیتون حرفاتون رو بفهمه. یا قابلیت استدلال به بینایی کامپیوتر کمک میکنه تا یه ماشین خودران بتونه موانع توی جاده رو تشخیص بده. شاید فکر کنید ساختن یه هوش مصنوعی خیلی پیچیده و جادوییه، اما در واقع اینطور نیست. یه فرایند مهندسی کاملا مشخص داره. همه چیز با پیدا کردن یه مسئله شروع میشه، بعد داده‌های لازم جمع‌آوری میشه، یه الگوریتم مناسب انتخاب میشه، مدل با اون داده‌ها آموزش میبینه، حسابی تست و ارزیابی میشه و در نهایت آماده استفاده در دنیای واقعی میشه. بسیار خوب، حالا که فهمیدیم هوش مصنوعی چیه و چطور ساخته میشه، بیایید ببینیم الان دقیقاً کجاها داره ازش استفاده میشه. جواب کوتاه اینه که تقریباً همه جا. مثلا در حوزه بهداشت و درمان، هوش مصنوعی داره به پزشکا کمک میکنه بیماری‌ها رو خیلی زودتر تشخیص بدن و حتی درمان‌های شخصی سازی شده برای هر بیمار طراحی کنن. توی دنیای مالی، هوش مصنوعی مثل یه نگهبان همیشه بیداره که جلوی کلاهبرداری‌های بانکی رو میگیره و ریسک‌های پیچیده سرمایه‌گذاری توی بازار رو مدیریت میکنه. و جالبه که کاربردش فقط به صنایع های تک محدود نمیشه. حتی در کشاورزی، هوش مصنوعی داره به کشاورزها کمک میکنه تا محصولات بهتر و بیشتری تولید کنن و منابع رو هدر ندن. و البته توی خیابون‌ها و جاده‌ها هوش مصنوعی مغز متفکر ماشین‌های خودران و سیستم‌های کنترل ترافیک که قرار رفت و آمد همه ما رو هوشمندتر و ایمن‌تر کنه. خب با این همه قدرت و نفوذ طبیعیه که این سوال بزرگ برای هممون پیش بیاد. تکلیف شغلای ما چی میشه؟ اینجا بحث‌ها واقعاً دو دسته میشه. یه عده نگرانن که اتوماسیون و هوش مصنوعی خیلی از شغل‌ها رو از بین ببره. از اون طرف یه عده دیگه معتقدن که این تکنولوژی شغل‌های جدید و حتی بهتری رو به وجود میاره که ما الان حتی نمیتونیم تصورشون کنیم. طبق بررسی‌ها شغلایی که کارهای تکراری، قابل پیشبینی و مبتنی بر قوانین مشخص دارن، بیشتر از بقیه در معرض خطرن. کارهایی مثل وارد کردن داده‌ها یا کارهای ساده خط مونتاژ، چیزایی هستن که ماشینا میتونن با دقت و سرعت خیلی بیشتری انجام بدن. اما در مقابل مهارت‌هایی هستن که عمیقاً انسانی‌ان و جایگزین کردنشون خیلی سخته، شاید حتی غیر ممکن. چیزایی مثل خلاقیت، همدلی، هوش اجتماعی و توانایی حل مسائل پیچیده و پیشبینی نشده. و این ما رو میرسونه به بخش آخر و شاید مهمترین بخش بحثمون، خطرات جدی و سوالهای بزرگی که هوش مصنوعی پیش روی ما میذاره. ببینید این نگرانی‌ها فقط مربوط به فیلم‌های علمی تخیلی نیست. خیلی از متخصصان و دانشمندان بزرگ دارن به ما هشدار میدن که باید خیلی جدی به جنبه‌های تاریک و بالقوه این فناوری فکر کنیم.
نگرانی‌های اصلی شامل این موارد میشه: بیکاری گسترده و بیشتر شدن شکاف طبقاتی، خطر ساخت سلاح‌های هوشمند و خودکار، سوء استفاده از این تکنولوژی برای نظارت‌های گسترده یا پخش اطلاعات غلط و شاید ترسناکتر از همه این احتمال که یک روز کنترل این هوش را از دست بدیم. و همه اینها ما رو به اون سوال نهایی میرسونه. بحثی که بین بزرگترین متخصصان دنیا در جریانه. آیا ممکنه یه روزی هوش مصنوعی از هوش انسان پیشی بگیره؟ بعضیا میگن این اتفاق حتمیه. بعضیای دیگه معتقدن آگاهی، خلاقیت و شعور انسانی چیزیه که هرگز نمیشه اون رو به طور کامل شبیه سازی کرد. نکته کلیدی اینه که آینده هنوز نوشته نشده. جواب این سوالا از قبل مشخص نیست. اینکه هوش مصنوعی در نهایت به یه نیروی مثبت برای بشریت تبدیل بشه یا یه تهدید بزرگ، کاملاً به انتخابای بستگی داره که ما همین امروز و در سالهای آینده انجام میدیم.